الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز اهل توحید، بارك الله فيكم. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه چهارم از شناسایی خوارج و کشف شبهات اونهاست و در این حلقه به موضوع داخل می شویم و موضوع امروزه ما همین است که خوارج ها کی نشأت یافتند، به وجود آمدند و همچون یک مذهب تأسیس یافتند. برادران و خواهران عزیز، شما باید بدانید که خوارج هم دو مرحله داشت. حتی قسمی از علما گفتند خوارج ها سه مرحله داشت. مرحله اولین اونها خیلی که در حدیث صحیحی که دیروز ما به شما از حدیث ابو سعید الخدری رضی الله عنه با روایت متفق علیه بیان نمودیم که ابو سعید الخدری قصه ذوالخویسره همون مرد را نقل کردند که به رسول الله گفت که یا رسول الله اعدل فانک لم تعدل. ای رسول الله عدل کن، تو عدل نکردی. که رسول الله گفتند ویلک، وای بر تو، من یعدل ان لم اعدل، یا ان لم اعدل من یعدل. اگر من عدل نکنم کی عدل میکنه؟ انامین اولین سرشوی خوارج بود، اولین پیدایش خوارج، اما نه همچون یک مذهب، نه همچون یک طائفه. مرحله اولی پیدایش خوارج این همچون یک اعتراض کفری انفرادی خوارجی بود. خروج کردن یک نفر به رسول الله، به حکم رسول الله. رسول الله انا همون غنیمه ای که یا پول بیت المال زکاتی که یک طلا بود علی رضی الله عنه از یمن آوردند، به 4 قبیله که نو مسلمان شده بودند بر رؤسای همونها تقسیم کردند که این حکم رسول الله بود، تقسیم کردن مبلغ. یک نفر برآمد به حکم رسول الله، امام عادل رسول الله صلی الله علیه وسلم، اعتراض کرد به حکم رسول الله، راضی نشد، رسول الله را غیر عادل گفت، عدل کنید. انا همین خوارجی بود، خروج کرد به رسول الله که حتی عمر بن الخطاب گفتند یا رسول الله دعنی اضرب عنقه، مرا بگذار که سرش بزنم این منافق. پیامبر گفتند که بگذار، از نسل همین یک جماعت می آید، گفتند از نسل همین. پس ما نمیگوییم که مذهب خوارج در زمان رسول الله به وجود آمد، نه. اولین کسی که سخن خوارجی را گفت، خروج کرد، یک نفر انفرادی، بله، در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم به وجود آمد. اما این یک جماعت مذهب فرقه طائفه نبود. همین یک بار کرد، بعد از این اینم که ثوابا شناختن، بعد این دیگه همون عقیده همون اندیشش نابود شد. پیامبر صلی الله علیه و خیلی خوب و سختش جواب داد. مرحله دوم در زمان پیامبر صلی الله علیه و دیگر به همون به پایان رسید. در زمان ابوبکر صدیق دو نیم سال حکومت کردند، تقریبا 10 سال، یک ماه زیادتر کمتر، یک دو سه ماه، 10 سال که حضرت عمر رضی الله عنه حکم کردند، امیر المؤمنین بودند، به منهاج النبوه حکومت اداره میکردند. خوارج اصلا وجود نداشت، اعتقاد خوارج. و نگفته نماند که رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت عمر رضی الله عنه را یکی از
دارندگان فتنه، پیشگیرندگان فتنه گفته بود. همچنین بحث میکردند که وقتی که شیطان عمر را میبیند فرار میکند. حضرت عمر به یک راه برایند، شیطان از همون راه فرار میکند. اذا سلك عمر فجا لسلك الشیطان فجا غیر فج. اما با کشته شدن عمر، با به شهادت رسانیدن عمر رضی الله عنه که ابولعلی مجوسی ضربه زد به کردی زهر آلود حضرت عمر را در نماز فجر و بالاخره به شهادت رسیدند، بعد از این انا همون دروازه ای که حمایه امت بود از فتنه این شکست. دیگر بعد از این تمام انا همون باب فتنه شکست و فتنه آیسته آیسته شروع کرد. دومین مرحله خوارجی نه همچون یک مذهب، نه همچون یک جماعت قوی، بلکه از مرحله اول دیده کمی بزرگتر، این بسرداری عبدالله ابن سبعی یهودی بود. من باب فایده میگویم که این دانستن خوب است. یهودی ها همیشه نقشه میکشیدن که خودشان را وانمود کنند که پیروی محمد صلی الله علیه و سلم هستند و به اسلام داخل شوند و در درون اسلام بدعت و خرافات و تحریف و همین چیزها را بکنند. برای چی؟ برای که این خبثای یهود لعنهم الله این تجربه را خوب لذتش را چشیده بودند در ویران کردن دعوت نابی حضرت، تحریف کردن دعوت حضرت عیسی علیه السلام. حضرت عیسی دعوتشون یک توپرستی بود، اما بولیس گفتن یک یهودی گویا که ایمان آورده میگوید خودش را به حضرت عیسی شاگردان حضرت عیسی علیه السلام میگیرد و خود را پیروی حضرت عیسی گرفته در درون دین تمام سخنهای حضرت عیسی علیه السلام را تحریف میکنه. لفظش هم دیگه، معنیش هم دیگه، حلال ها را حرام و حرام ها را حلال و همچنین کرده. بالاخره پیروان حضرت عیسی علیه السلام را، امتانی که باید از عیسی علیه السلام حق را میآموختند، این یهودی ها معلومات را، انا همین وحی الهی را تحریف کرده پیروان حضرت عیسی را با چیکار میکنند؟ به همین حالت مشرکی و ضال و مضلی که امروز هستند آورد که عاقبتشون شرک کفر شد. عیناً همین تجربه را یهودی ها خواستند که به بالای مسلمان ها بیارند. عبدالله ابن سبع گفتن یک انسان این خودش یهودی از یمن اسلام را ظاهر میکند، اسلام می آید و بالاخره در زمان حضرت عثمان علیه السلام وقت مناسبی را می بیند که یک فتنه را در درون امت ایجاد بکند. اول در مدینه شروع میکند به بدگویی کردن در حق حضرت عثمان رضی الله عنه. حضرت عثمان طعنه میزد که چرا حضرت علی خلیفه نشد، عثمان شد. علی به بدر رفت، علی رضی الله عنه در بیعت الرضوان بود، علی امک بچه رسول الله است، علی از خردیش همراهی حضرت پیامبر بود، مشرک نبود و غیره. اما عثمان را طعنه میزد رضی الله عنه که جنگ بدر به یا که بیعت به اشتراک نکردند یا که بزرگسال شده مسلمان شدند و پیش از اسلام این بودند یا اون بودند، طعنه میزد. این طعنه یهودی که امروز رافضه ها و دوستداران رافضه این طعنه را به حضرت عثمان رضی الله عنه میزدند. البته که صحابگان رسول الله این طعنه را رد میکردند و اهل سنت رد میکنند و منهج سلف صالح رد میکنند و این طعنه را قبول کرده ها را شیعه و رافضه تومید. اما در هر یک دور و زمان یک ایده از جهلا وجود دارد که به هر یک سخن باور کردنش ممکن است و این یک ابتلا بود، یک فتنه و سنجشی انا همون مردمی همون وقته بود. بعضی ها
این سخن را شنیدند و به فتنه گرفتار شدند. ولیکن در مدینه وقتی که همین سخن را عبدالله ابن سبی یهودی گفتن را شروع کرد، هیچ کسی باور نکرد. از مدینه عبدالله ابن سبی یهودی را راندن، پیش کردن، گفت تو فتانی نیست، شو از اینجا. رفت به عراق. در عراق هم عیناً همین کار را شروع کرد، به بدگویی کردن در حق عثمان رضی الله عنه. هیچ کسی پیرو نشد. از اونجا هم او را دفع کردند. رفت به مصر و در مصر پیروان خودش را پیدا کرد و آنها را فریب داد. انا همین طعنه ها را به حضرت عثمان به آدم های جاهل گفت، آدم هایی که این فتنه ها را سبحان الله جواب گفته نتوانستند. آنها را فریب داد و گفت که ما به حج می رویم. چند هزار نفر به مدینه آمدند و در مدینه خروج کردند به حضرت عثمان و حضرت عثمان رضی الله عنه در خانهشان در بالای تلاوت قرآن به قتل رسانید. اولا مختصرا به شبهات جواب میگیم. حضرت عثمان را بدری نیست میگفتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت عثمان را گفتند که همه به بدر میرود. یعنی حضرت عثمان هم آماده شدند و آمدن گفتند منم میرم. پیامبر گفتند که عثمان دختری من که زن تو است مریض است، من خواهش میکنم که تو در پهلوی دختری من رقیه که زن تو است بیستی، زیرا که مریض است. تو آمدن پیامبر تو وفات میکنه. رقیه در همین وقت آمدن و رفتن پیامبر بیست و تو اشتراک کننده، همچون یک اشتراک کننده انا همین بدر هستی و به تو یک سهم میدی. پیامبر صلی الله علیه و حضرت عثمان را اشتراک کننده به بدر حکم کردند. بعد از بازگشتشون یک همچون آدم اشتراک کرده یک سهم دادن، غنیمه دادن. برای همین به اتفاق سلف حضرت عثمان را بدری میگفت. بجز منافقین دیگر هیچ کسی حضرت عثمان رضی الله عنه را در این مسئله طعنه نمیزد. هیچ کسی در زمان صحابه تابعین تبع تابعین حضرت عثمان را این بدری نیست نگفت است، هیچ کسی. زیرا که پیامبر حکمی بدری ها را به عثمان دادن، سهم دادن. مسئله بیعت الرضوان، بیعت الرضوان که 1400 نفر بیعت به مرگ کردند، اما نصر و اما شهاده گفتند، به خاطر عثمان شده بود. پیامبر به عمره کردن به مکه رفتند، نماینده خودشون را به قریش فرستادند، گفتند عثمان را میفرستند. یعنی اعتمادشون به بالای عثمان رضی الله عنه و آبروی عثمان این خیلی تعلق دارد و نزدیکی عثمان به رسول الله صلی الله علیه و سلم. عثمان رضی الله عنه را به مکه فرستادند که قریشی ها عثمان را چی کردند؟ محکم کردند، اجازت بازگشت ندادند و به رسول الله خبر رسید که عثمان را مشرکا به قتل رسانیدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم به صحابگان گفتند که بیعت بکنید با من به مرگ که ما به خاطر انا همون به خاطر اینکه مشرکین عثمان را کشتند به مشرکین می جنگیم، یا نصر یا شهادت. و از همه عجیبش همین است که پیامبر دست راستشون را برداشتند و گفتند که این دست عثمان است و این دست من است و بیعت از نام عثمان رسول الله بیعت کرد. پس عثمان رضی الله عنه اهل بیعت الرضوان است، هم بدری هم اهل بیعت الرضوان است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم از عثمان شرم می داشتند، می گفتند که آیا شرم ندارم؟ الا استحی عن رجل یستحی منه الملائکه. آیا شرم ندارم از یک مردی که از او ملائکه ها شرم می دارند؟ وقتی که به بالای کوه احد برآمدند، کوه احد به لرزه درآمد، گفتند که اثبت ای احد ثابت باش، نلرز، در بالای تو پیامبر است و صدیق و دو شهید است، شهید عمر و شهید عثمان رضی الله عنه. 10 یار بیشتی یگان جای طعنه به عثمان رضی الله عنه نبود. ولی در هر یک دور زمان جوهلای وجود دارند که به فتنه سر بالا میکنند. در هر یک دور زمان ببینید این خوارج ها انا همین ناراضگی خود را از بهترین صحابگان رسول الله، سومین افضلترین و بهترین خلیفه رسول الله عثمان رضی الله عنه کردند.
و بالاخره به خانه عثمان آمدن، داخل شدن و قتل کردند. و این به انا همون نقشه کشیده عبدالله ابن سبی یهودی و انا همین خوارجی بود. زیرا ما خیلی خوارجی رو بیان کردیم، خروج کردن به امام عدل، امام مسلمان عدل. همه امت اجماع میکند، از صحابه، تابعین، تبع تابعین، سلف و خلف، همه یک دسته، که عثمان رضی الله عنه امام عدل، خلیفه مسلمین و حکومتشون به منهاج نبوه بود. و این طعنه هایی که این خوارج ها کردند همیش دسیسه و فریب و نیرنگ بود. بالاخره یهود خوارجی رو تشکیل کرد و جوهلا پیرو شدند. از اینجا یک چند چیز آموختن ممکن است از این قصه عبدالله ابن سبی یهودی، که یکم فایده همین است که وقتی که کباری مسلمان ها، امام مسلمان ها، علمای مسلمان ها، پیشواهای مسلمان ها در یک مسئله خاموشند و یک نفر از جهلا خسته ضد مؤمنین و موحدین کار کرده ایستاده است، در این وقت مردم باید احتیاط شوند. برای همین پیامبر گفتند که کونوا مع کبرای، همراهی کبرای خود، بزرگان خود، اهل سنت، اهل جماعت، اهل منهج باشید. معناش این است که به هر یک آدمی که کی بودنش معلوم نیست، منهجش معلوم نیست و بالاخره کبار از صحابه اینا انکار کرده هستند، به این چنین انسان ها چی نباشید. مشکلی همین بود که مردم عوام در همون وقت، انا همین ببینید دایره اسلام که خیلی وسیع شد، عجم به اسلام داخل شدن و غیره، بعضی ها از این فتنه ها ایمن نموندند، بالاخره دست درازی کردند. این رو هم میگویند انمین خوارجی، انمین مرحله دوم خوارجی بود، ولی همچون یک مذهب، همچون یک عقیده معین نداشتند، فقط یک خروج کردند به امام در اساس اعتقادات باطل. حضرت عثمان کردند، قتل کردند. مرحله دومی خوارج ها. و مرحله سوم خوارج ها انا همین کسانی که حضرت عثمان را قتل کردند رفتند به حضرت علی بیعت کردند. وقتی که حضرت علی به حضرت معاویه می جنگیدند رضی الله عنهما، قریب بود که جانب حضرت علی غلبه بکند، یعنی لشکری حضرت علی به پیش رفته ایستاده بود، قریب بود که مسئله به پایان رسد که از جانب لشکران حضرت معاویه رضی الله عنه کتاب قرآن را برداشتن، گفتن بیاید به حکم قرآن حکم بگید. و انا همین خوارج ها حضرت علی را مجبور کردند که تو باید توقف کن، جنگ بس کن، به حکم الله حکم کن. بالاخره حضرت علی هم جنگ توقف کردند. وقت رسید به وقتی حکم به حکم الله کردن. از جانب حضرت معاویه عمرو بن العاص، از جانب حضرت علی رضی الله عنه ابو موسی الاشعری بودن اگر خطا نکنم، دو نفر رفتند و به حکم الله حکم کردند، صلح کردند. صلح نوشتند و نام حضرت علی را، امیر المؤمنین بودنش را، اون طرف قبول نکرد. طرف حضرت معاویه رضی الله عنه گفتم ما قبول نمیکنیم حضرت علی را امیر المؤمنین، ما بیعت نکردیم. در همون صفحه همین چی کردند؟ علی را امیر المؤمنین ننوشتند. همین خوارج هایی که حضرت علی را به جنگ کردن به حضرت معاویه مجبور کرد در اول، بعد از این همین خوارج هایی که توقف کنانید حضرت علی را از جنگ هجوم در حالتی که علی رضی الله عنه قریب غلبه کرده بود، همین خوارج ها به حضرت علی خروج کردند. بعد از صلح همین ها خودش مجبور کرده بود حضرت علی را که باید به حکم الله حکم کنید. وقتی که به حکم الله حکم شد خروج کردند به حضرت علی رضی الله عنه.
و به سه چیز به حضرت علی اعتراض میکردند و حضرت علی را تکفیر میکردند. یکم مسئله تحکیم، یعنی حکم کردن به حکم الله. شعار اینها آیت قرآن بود، شعار حق بود، اما یرید به الباطل. خیلی که سخن علی بن ابی طالب رضی الله عنه یک منهج شد بعد از این که گفتند کلمت الحق یرید به الباطل، کلمه حقی که اینها از پشتش باطل را میخواهند. این دلالت میکرد که بعضی انسانها فتنه را میخواهند اما شعارشون کلمه حق، شعار حق میبردارند، از عقبش فتنه میخواهند. به مانند خوارج در زمان حضرت علی، شعارشان این الحکم الا لله، حکم نیست بجز حکم الله. این الحکم الا لله، همه حکم از آن الله است. حکم غیر الله کفر است، حاکمان غیر الله کافر است میگفتند. و این آیت قرآن است. هیچ کسی این کار کرده نمیتواند. کسی بگوید که نه این خیلی نیست، کافر است. کسی بگوید که این الحکم الا لله گفتن گپ خوارج است، کافر است. این کلام الله است. نظر بکنید به سوره یوسف علیه السلام. این الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا ایه. بله این قول حق است. حکم کردن به حکم الله این توحید است، توحید حکم است. حکم کردن به حکم غیر الله شرک است. به حکمی که به حکم غیر الله میکرد کفر است، شک نیست. ولا یشرک فی حکمه احد. کلمه حق است، شعار حق است، آیت قرآن است، کلام الله است. اما از پشت این آیت کلمه حق اینها فتنه را میخواستند که شروع بکنند که حضرت علی گویا که حکم به حکم الله نکرد. و همچنین هم کردند. اولین اعتراض خوارج ها به حضرت علی از سه چیز، یکمش گفتند که حکم همیشه از آن الله است، کلمه حق. و بعد از این گفتند که علی به حکم الله حکم نکرد، کفر است، کلمه باطل. اینش باطل، از کلمه حق باطل خواست. یعنی یکمین چیزی که خوارج ها به حضرت علی خروج کردند، نه فقط حضرت علی را، هم حضرت علی و هم معاویه را تکفیر کردند به خاطر انمین حکم. ما در آینده میگیم که یعنی چگونه تکفیر کردند. وقتی که ما به شما نقل میکنیم مناظره حضرت ابن عباس رضی الله عنه به خوارج ها را، همونجا میبینید که اونها چگونه حجت گرفتند و چگونه تکفیر کردند. باور بکنید خوارج همین روزه را دیدگی بر این میشوید. خوارج همین روزه جاهلیش، احمقیش، بی‌تمیزیش، بی‌ادبیش، سرکشیش، همیش به مانند خوارجی گذشته است. باور بکنید. مهربانی حضرت ابن عباس، بحث مناظره، حجت قائم کردن، دمی خوارج ها گشتن و با قبول نکردن با نسبی دیگرش. امروز ما یک چند بار این حادثه را دیدگیم با خوارج. خوبسای بی ادبی، جاهلی، احمق 100 بار دمیش میگردانی توبه نمیکنه. والله اعلم. گمراهی همین است. یکمین مشکلی همین بود. دومین اعراضی که یا بگیم دومین اعتراضی که خوارج ها به حضرت علی کردند و حضرت علی را تکفیر کردند در مسئله علما میگند هدنه بود. هدنه انا همون صلحی که یا معامله که حضرت علی به مادرمون عایشه رضی الله عنها کرد. پیش از این یک جنگ بود، میدونید جنگ جمل. حضرت علی با مادرمون عایشه رضی الله عنها اینجا یک جنگ شده به خاطر دفاع، به خاطر خونی حضرت عثمان رضی الله عنه. بالاخره خوارج ها میگفت که چرا در جنگ غلبه کرد، علی غلبه کرد به حضرت عایشه، یکی چرا کنیز نگرفت زنهای اون طرفه و پول مالشون غنیمت نگرفت. یعنی خوارج ها به حضرت علی اعتراض میکرد که چرا حضرت مادرمون عایشه و یک چند نفر دیگر کنیز نکرد والعیاذ بالله، و چرا پول مال اینها را نگرفت. انا مین است جرأت، عاقبت جرأت بی علمانه و بی منهجانه. والله امروز بعض جرأت خوارج ها را دیده بعضی برادرها به شک و شبهه میغلطند که اینها اینقدر جرأت داره، شاید حق باشد. برادرم خودت را مواظب باش، منهجت را مواظب باش، دینت را مواظب باش، خودت به دست بگیر. خوارج ها
در زمان صحابه برآمدند، صحابه را تکفیر کردند، صحابه را کشتند، تقربا الی الله گفتند، خواستند که مادرمان عایشه رضی الله عنها را کنیز بگیرند. از این جرأت با چی جرأت؟ از این زیاد جرأت، احمقی، بی‌تمیزی، بی‌ادبی با چگونه شود؟ امروز خوارج هم از همین. امروز شما در حیرت نماند وقتی که خوارج ها میخیزد و ما و شما و همه را تکفیر میکنه، دو رفته تا سلف میرسد. هر یک گپ شما به فقط بدشنام و حقارت و تکفیر و خونت حلال کردن گپ میزند. تو در حیرت نمان. علی را کشتن، به علی ضدیت کرد رضی الله عنه. ما کی هستیم؟ ما کی هستیم؟ ما خاک پای حضرت علی هستیم، خاک پای حضرت معاویه هستیم رضی الله عنه. ما یک آدمای عادیه که امروز خوارج ها بر ضد ما خسته، بعضی ها در حیرت میمونند. به جرأت خوارج ها در حیرت نمانید. این جرأت اینا جرأت شیطانی است، جرأت خیلی خبیثانه است. دومین اعتراضی که به حضرت علی کردند و تکفیر کردند گفتن نمی است که تو حکم الله عوض کردی. گفت سومین مسئله گفتن ما گفتن به علی اعتراض میکنیم، علی رضی الله عنه را اعتراض میکنیم و تکفیرش میکنیم. گفتن زیرا که علی در همون عقد یا عهدی که بین حضرت معاویه و علی شد، خودش را امیر المؤمنین بودنش را پاک کرد، یعنی خودش را امیر المؤمنین ننوشت در همونجا. زیرا که گفتیم جانب حضرت معاویه گفتن که ما تو را امیر المؤمنین قبول نمیکنیم، ننوشتیم امیر المؤمنین. حضرت علی هم موافقت کرد، گفتن امیر المؤمنین را پاک کرد، پس این امیر الکافرین است. بین جمله هایی که امروزه خوارج ها، یعنی یک احمقانه طعنه زننده، امیر الکافرین، خدام الکفار و المشرکین، اینو آن گفته گپ میزنند، عیناً به مانند اجدادشون انمین خوارج های خوبسو است. حضرت علی را طعنه میزدند که امیر المؤمنین پاک کردی، تو امیر کافرینی گفت. امیر الکافرین میگفتن حضرت علی را، لقب موندگی بودن به حضرت علی خوارج. ما گفتن به همین سه چیز حضرت علی را کفر میگن. والله این سه چیز جز یک شبهه بیش نبود. شبهه بیش نیست، یک شبهه است. از همه عجایب ترین کار این است که فریب شیطان را ببینید و در حیرت مانید. عجیب ترین حادثه همین است. از این به من عجیب است، من فکر میکنم به همه عجیب است. همین خوارج ها همه باخبر بودند که علی رضی الله عنه صحابه، امک بچه رسول الله، داماد رسول الله، یکی از بهترین صحابه که 10 یار بهشتی به پیامبر شهادت داد، فرزندشون رو حسن و حسین رو ریحتن اهل جنت گفت. و این چنین حضرت معاویه رضی الله عنه رو، فضیلتشون رو و صحابه بودنشون رو با خبر خوارج شد. و این چنین همین خوارج ها میدانست که حق در صحابه ها هست. قرآن میخوند شب و روز که در اونجا گفته شده است که همان کس هدایت می‌یابد که عقیدهش به مانند عقیده صحابه باشد. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اگر ایمان بیارن به مانند ایمان آوردن صحابه ایمان هدایت می‌یابد. اینا قرآن میخوند که رضی الله عنهم و رضوا عنه. همین میفهمید. با وجود همین این صحابه ها رو یکم تکفیر میکرد. دوما عجیبترین جاش همین جاست که همین خوارج هایی که در روایت 4000، در روایت 6000، در روایت 8000 و در روایت 12000 همش به روایت است، همین هزارها خوارج از حضرت علی جدا شدند، در بینشون یک نفر از صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وجود نداشت. این عجیب است. کسانی که فضیلت صحابه را میدونستند، آیات های قرآن در حق صحابه را میدونستند، همه این حق میدونستند، در بینشون یک نفر از صحابه نبود خسته صحابه ها را تکفیر میکرد و تا آخر ایستادند، تا کشته شدن ایستادند، همهشون کشته شدند بجز اندکی که دوباره خوارج از این به وجود آمد. حضرت علی را تقربا الی الله کشتند،
به حضرت معاویه پکوشینی کردن، هجوم کردن، خواستن که بکشن. عمرو بن العاص خواستن که بکشن رضی الله عنه. زینت شیطان، وقتی که شیطان زلالت رو زینت میکرد، وقتی که انسان به شبهات داخل شده، به فتنه داخل میشه، وقتی که انسان رو الله سبحانه و تعالی گمراه میکند، انا همین است عاقبتش. به کسی که شهادت جنت رو به او رسول الله داده خروج کرده، او را میکشد، الحمدلله به خاطر الله میگه. برای همین انسان باید شب و روز از فتنه ترسد، برای همین از مجلس های فتنه و بدعتی دور باشه، زیرا که گمراهی چیزی اینقدر بس، اینقدر شیطان زینت میدهد که ببینید به چقورترین نقطه های گمراهی، زلالت و جهنم انسان داخل می شود، ولی خودش رو حق می شمارد. الله المستعان. این سیوم مرحله پیدایش خوارج بود. مرحله اول یک نفر، مرحله دو نفر، مرحله دوم یک جماعت شدند و حضرت عثمان کشتند، اما دیگر پراکنده شدند. ولی انا همین مرحله سوم، از انا همین جا مذهب خوارج همچون یک مذهب، همچون یک فرقه به وجود آمد. برای همین سرشوی فرقه خوارج را میگه در زمان حضرت علی رضی الله عنه است. از حضرت علی رضی الله عنه جدا شدند، به همین سه اعتراض صحابه را رضی الله عنهم را تکفیر کردند. حکم، تحکیم، یعنی مسئله هدنه و کنیز نگرفتن و غنیمت نگرفتن. و بارک الله فیکم مسئله سومش علی امیر المؤمنین خودشون را ننوشتن. این بود سرشوی نشأت خوارج. از اینجا یک چند نقطه ها رو ما باید بیاموزیم. نقطه اول، هر یک بدعت و ضلالت آهسته آهسته شروع می شود به وجود میاد. از انفرادی یک نفر میبرد و یک بار میگه، 4-5 نفر میبرند، بعد آهسته به مذهب تبدیل می شود. چگونه که حزب همچنین به وجود آمد، چگونه که خوارجی همچنین به وجود آمد، چگونه که جهمی ها، رافضه ها همچنین به وجود آمد. همین عبدالله ابن سبی یهودی که خوارجی را سبب پیدایش خوارج شد، همین عبدالله ابن سبی یهودی خبیث سبب پیدایش رافضه است. و رافضه را زیادتر از خوارج دیده با عبدالله ابن سبی یهودی اصل گذاری کرده و نصرت داده و حتی حضرت علی را اله خوانده و غیره. ببینید یهودی خوب است، یک نفر خوارجی را از یک طرف به وجود میارد و از یک طرف رافضه را. و به این فتنه ها کیها داده شدند؟ کسایی که از صحابه نبودند، کسایی که علم نداشتند، سادگی کردند و از سبب بی‌علمی، تعویل خطا و اجتهاد باطل، عاقبت همین شد. برای همین بارک الله فیکم از همین پیدایش خوارج باید امروز برادرها عبرت بگیرند که سرشوی خوارج را آزاد نگذارند. وقتی که سرشوی خوارج را، یک نفر را که عقیده خوارجی را شروع کرد آزاد گذاشتی، بعد از 1 سال 10 نفر، بعد از 5 سال یک جماعت، بعد از 7-8 سال میبینی که همین یک نفری که تو میتوانستی که پیش راهش را بگیری، دعوتش کنی، انکارش کنی، مردم را از او دور کنی، برحذرش کنی، هجرش کنی، نکردی. بعد از 8 سال دیدی که همین یک جماعت خونخواری را کشاده، شب روز به مسلمان کشی مشهور است و مشغول است، که پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند یقتلون اهل الاسلام و یدعون اهل الاوثان. اهل اسلام میکشد، اهل شرک و کفر میگذارد. شب و روز
به کشتن و نابود کردن اهل اسلام مشغول است، موحدین مشغول است. به مانند خوارجای جدود امروزه که اگر طاغوت اونها را به بازپرسی برد، مثلا تو سلفی تو کی اینو آن گفته سوال کند، یک باره موحدا را همه را فروخته، همه موحدا را جایهایشان، همه اگر چیزی که داند همیشه میگوید برای اینکه او خون مسلمان را حلال میگه، یعنی جاسوسی کرده، جاسوسی کردهش را جایز میداند، افضل ترین کار میداند. مشرکا رو به مشرکا رو نابود کردن گفته است و هر فتوای را خواهد به خودش میارد. یک بار میبینی که همیشه میبینی که در بالای موحدین سختگیر است، موحدین تکفیر میکند، اما خودش به دروازه های کفر در آمده، به دروازه کفری جاسوسی، به دروازه کفری موالات، به دروازه کفری به جهمی ها هم عقیده بودن در یک بعضی از جانب های پروای ندارد، بجز این که فقط سختگیریش نسبت موحدین است، نابود کردن موحدین است. به مانند خوارج گذشته، به مانند خوارج قدیم که در حق صحابگان سختگیری، علی رضی الله عنه، معاویه رضی الله عنه، عمرو بن العاص رضی الله عنه را کشتنی شدند و بالاخره حضرت علی را به شهادت رسانیدند، اما از جانب دیگر خودشان آیسته جهمی شدند. حتی سوره های قرآن را بعضی از اینها از آرقا انکار کردند، سوره یوسف و غیره، پروا ندارد. از جانب غلو، از جانب جفات بے پروا بے دین شدند. پس این تاریخی به وجود آمدن رافضه هست. معذرت خواهی میکنم که میخواستم، تاریخی به وجود آمدن خوارج است. همچون یک مذهب خوارج از در زمان حضرت علی به وجود آمد. بعد از این آیسته آیسته اعتقادهای خود، در اول که یک بار بسیار اعتقاد نداشت، خروج کرده بود، آیسته آیسته اعتقادهایشون به وجود آمده و فتوا و اعتقاد و به خودشون امیرگیری به وجود آمد و مذهب تأسیس یافته شد. و اولین فرقه که اولین یک مذهبی الهیده که از صحابگان جدا شده، از جماعت مسلمان ها جدا شده، از جماعت مسلمان ها پریده برآمده رفته است، اولین فرقه و مذهبی باطل همین خوارج است، از همه اولین و قدیمه ترین. بعد از این مرجعه ها ضد خوارج شد. البته بعد از این قدریه ها در آخر حیات بعضی از صحابگان صغار به مانند عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عباس و غیره، مرجعه ها و جهمیه ها آهسته آهسته بعد به وجود آمد. بارك الله فيكم و حفظكم الله و رعاكم. این بود 3 مرحله خوارج و در حلقه آینده اکنون به شما زیبا کرده مناظره حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه را بیان میکنیم و فایده هایی که از این مناظره میگیریم و امروز باید استفاده کنیم از این مناظره حضرت عبدالله ابن عباس به خوارج، امروز باید استفاده کرده شود و حکم مناظره و غیر بعض از مسائل رو بیان میکنیم. ان شاء الله حلقه آینده است. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.